بپرسید علاقه عجیب بشر به پورنوگرافی از کجاست. تحقیقات علمی نشون میدن مقدار لذتی که افراد میبرن از روی میزان ترشح ماده شیمیایی دوپامین در مغز اندازه‌گیری میشه. دوپامین پاداش شیمیایی بدن برای رفتارهای لذت بخشه. وقتی یک فرد به تصاویر پورن نگاه میکنه، دوپامین در حد یک رابطه متعارف جنسی ترشح میشه، اما سطح اون تا چند ساعت در اوج باقی میمونه. تازه خستگی فیزیکی جسم رو هم به دنبال نداره. همین مسئله باعث میشه تا افراد بتونن ساعت‌ها به این کار مشغول باشن. این مسئله باعث شده که امروز اعتیاد به پورنوگرافی به یکی از مسائل شایع در غرب بدل بشه. در آمریکا 10% از مشتریان محصولات پورن، یعنی 200,000 نفر، اعتراف کردن که به اون معتاد شدن. هرچند رقم واقعی قطعاً بیش از این است. بررسی‌ها مشخص کرده که اعتیاد به تصاویر پورن حتی خیلی جدی‌تر از اعتیاد به رابطه جنسیه. اما فاجعه اینجاست که تصاویر پورن به دلیل ترشح زیاد دوپامین به سلول‌های کورتکس بخش جلویی مغز آسیب می‌زنه. فاجعه بارتر اینه که این قسمت از مغز دقیقاً جایی که مسائل اجرایی انسان موجوده. توانایی دیدن واقعیت، تصمیم گیری، تغییرات سرنوشت سازمان دادن به مسائل درونی و بیرونی، تمرکز و جمع کردن حواس، همه به این قسمت از مغز برمی‌گرده. و ترشح زیاد دوپامین همه این توانایی‌ها رو به مرور پایین میاره و یکی از دلایل خطرناک بودن اعتیاد به پورن.